حالا من به شمایان طرز شناندن نیهال در زمین های از آبیاری تنقیسی میکشیدگی من طرز نیهال شناسی رو به شما نشون میدهم. چقری چوخاناق نیهال 60 انا بری چقری 50 همه خیلی نیهال رو ما میشونیم. پیش از شناندن ما در پایان چقری ما پشم رو اول تنگ میکنیم. بعد از اون ما نیهال رو میشونیم. پشم برای آن که نمیره خوب نگاه میدارد و در آهسته آهسته میکروارگانیسم فایده‌ناک رو به وجود آوره برای نیهال و یاری کلان میرسونه. وزیر که پشم نیست در اینجا ما میتوانیم که کوه رو استفاده بریم. کوه رو عیناً همون به مانند هم پشم در پایان نیهال تنو کره و از بالای اون نیهال رو میشونیم که هم وظیفه هم پشم رو اجرا میکنه. نمیره نگاه میدارد که رو تگیز کرده از بالایش بعد خوک میپرتیم. اکنون ما نیهال رو میشنونیم تا پیوند خوک میریزیم. برای که آبی هم باران برآمدن رود برای همین کم ترک خیلی بی‌دقتی چی میکنه که آبها برآمدن رود و نم نگاه داره نمغانداری زیاد شود در نیهال. دیگر اصولی با نم نگاهداری با هست در همین زمین های از آب تنقیسی میکشیدگی. در اینجا ما میتوانیم که غلادانگی ها رو غلادان در بیخ هر یا نیهال نو شناندگی ما میتوانیم که کاریم و که این نم رو خوب بهتر نگاه میدارد. این بود طرز شناندن نیهال در زمین هایی که از آب تنقیسی میکشد. بعد از آن بعد نیهال شناندن ما نیهال رو در بلندی 70 سانتی متر بریده و ما نیهال رو به بلندی 70 سانتی متر بریده و نیهال ما تیار شد.